به نام خداوند خوبی بهار، به نام شقایق گلی بیقرار، به نام تواناترین واژه ها، به رسم محبت به نام خدا. السلام علیکم هموطنان عزیز، مردان و زنان پاک و با ایمان سرزمینمان تاجیکستان، و البته یک سلام و خوش آمدید صمیمانه به شما که همکنون شنونده برنامه حکایاتی از گلستان هستید. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. زندگیتان سرشار از آرامش و خوشبختی باشد. سعیده عبدالله زاده هستم و چند دقیقه با یک حکایت دیگر از استاد سخن سعدی شیرازی در خدمت شما دوستان خواهم بود. همسایه ما یک پسر دارد، نامش فرهاد. او بسیار بلند پرواز است و همیشه به این فکر می کند که چگونه می شود راه 100 ساله را یک شبه پیمود. برای همین دائم از یک شاخه به شاخه دیگر می پرد و در یک کار و یک هنر پایش را مستحکم نمی کند. پدر فرهاد انسان دنیا دیده و با تجربه است و می داند که خاصیت جوانی همین اشتیاق به آزمودن و تجربه کردن است. برای همین در عین حالی که همیشه او را کمک و حمایت می کند، اما بسیار منطقی و آرام با فرزندش صحبت می کند. او می فهماند که باد آورده را باد می برد یا راه 100 ساله را یک شبه رفتن عاقبت خوبی ندارد. و من گاهی صدایشان را می شنوم که دو کسه دوشا دوشی هم با گفتن جمله معروف آهسته و پیوسته بسیار صمیمی می خندند و به آینده با چشم امید می نگرند. وقتی گلستان را می خواندم به حکایت جالبی رسیدم که بسیار شنیدنی است. همراه ما باشید تا حکایت را بشنویم. روزی به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگه به پای گریوه سست مانده. پیرمرد ضعیف از پس کاروان همی آمد و گفت: چه نشینی که نه جای خفتن است؟ گفتم: چون روم که نه پایی رفتن است. گفت: این نشنیدی که صاحب دلان گفتند رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن. ای که مشتاق منزلی مشتاق، پند من کار بند و صبر آموز. اسب تازی به تک رود به شتاب و اشتر آهسته می رود شب و روز. این بود حکایت امروز. در پایان تنها به یک نکته اشاره می کنیم که ما پدر و مادران، ما مسئولین و مدیران و یا ما کلان شونده ها یک وظیفه بسیار مهمی داریم که گاهی از آن غافل هستیم. به آن حمایت کردن و کمک کردن به جوانان و نوجوانان است، نه اینکه سنگ پیش راه یا خاری پایشان باشیم. جوانان امید ما و آینده وطن هستند
قدرشان را بدانیم و با محبت کردن قلب و روحشان را سرشار از عشق و آرامش کنیم. آینده از آن ما و شماست. سلامت و شاداب بمانید. تا برنامه و حکایتی دیگر، خدا یار و